الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 25 از آموزش توحید است. در حلقه گذشته کمی خطا بیان نمودیم و گفتیم که حلقه گذشته رو 25 گفتیم، حلقه گذشته 24 بود و این حلقه 25 از سلسله درس های توحید است. و در این حلقه به شما تفسیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شهادت توحید را بیان خواهیم کرد. در حلقه های گذشته به شما معنای توحید لغتاً و اصطلاحاً و علاقه اش با شهادتین، با ایمان، با اسلام و با کفر بالطاغوت و با لا اله الا الله بگفتیم و با اخلاص همش را بیان کردیم که توحید از همه این هاست. حالا بار دیگر برای صحیح فهمیدن توحید و برای خوب درک نمودن حقیقت توحید سخنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مختصرا ذکر میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه توحید را تفسیر میکردند و آیا کلمه التوحید در سخنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داشت یا نداشت. شما اگر سوال بکنید که چرا اینقدر حلقه های پیهم فقط در معنای توحید، جوابش این است که برادرم و خواهرم، وقتی که معنای توحید را صحیح فهمیدی، دیگر مسائل توحید بر بالای همین فهم صحیحت بنا می شود، اساست صحیح می شود. ریشه فهمیدن توحید است که باید درست و قوی و صحیح فهمیده شود. اما وقتی که در فهم معنای توحید مشکلی داری، غلط داری، بعد این سبب می شود که باقی مانده مسائل ها بر بالای فهم غلط مبنی شود. ریشه که خوب نشد، اساس که کج شد، دیگر مسائل ها هم خطا و کج می رود. سبب گمراهی خوارج، سبب گمراهی مرجعه در همین بود که اونها لا اله الا الله را خطا فهمیدند، توحید را خطا فهمیدند، که البته این مذهبی باطل اونها را بیان خواهیم کرد که توحید را خطا فهمیدند. از همین جهت خوارج یک فرقه به وجود آمد. ایمان را خطا فهمیدند، توحید و ایمان را خطا فهمیدند. توحید ایمان را مرجعه ها خطا فهمیدند، فرقه مرجعه خبیث جهمی به وجود آمد. همین طور است. هر فرقه وقتی که توحید را خطا فهمید، به بالای خطا فهمیدنش دیگه عملها مبنی می شود و فهم خطا اساس می شود و گمراهی جوش می زند. بمانند صوفی های قبوری، بمانند رافضه ها، همه اینها سبب گمراهیشان فهم خطا در معنای توحید است. توحید را چگونه ای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شرح دادند و بیان نمودند و معنایش را درک کردند، همان گونه اینا نفهمیدند. اینها فهم توحید را به واسطه گمراهان، به واسطه عقل خود و به واسطه کلام و فلسفه گرفتند، که عاقبت ببینید که گمراهی، ضلالت، بدعت، خرافات، شرک و کفر. اما ما وظیفه داریم که توحید را هم از نظری لغت، از نظری علمای اهل سنت و جماعت، هم از نظری اصطلاح علما گذاشته و هم علاقه توحید به دیگر عبادت هایی که ذکر شد و هم تفسیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در حدیث ها چگونه درباره توحید گفته بودند، سخن کرده بودند بیان بکنیم. گرچند که قسمی از این سخن ها را در حلقه گذشته بیان کردیم، اما تکرار شود هم که در درونش بعضی از چیزهای اضافی هست، برای شما یقین دارم که خوب است و بهتر است و افضل است. بارک الله فیکم. چرا که علما میگن بهترین علم توحید است، گرچند که بعضی از مسائل ها تکرارا هم باشد و البته واجب است که تکرارا شنیده و درس کرده و فهمیده شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حقیقت طول عمرشان توحید بود.
از اولی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث به رسولی شدند، به نبی همچون نبی الله سبحانه و تعالی مبعوث شدند و برگزیده شدند تا روزی وفاتشان، این بیان توحید، خدمت به توحید، دعوت به توحید، بیان جزای اهل توحید، مکافات اهل توحید و بیان عذاب دشمنان توحید و جنگیدن با دشمنان اهل توحید بود. این زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش توحید بود از اول تا به آخر. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های گوناگون توحید را بیان نمودند. خیلی که در حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که میگند که اسلام این 5 بنا دارد، یا که اسلام بر بالای 5 ستون مبنی شده است. ریشه اسلام 5 چیز است. یکمینش این توحید است، شهادت دادن بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. محمد رسول الله هم این توحید است، توحید متابعت، توحید پیروی کردن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که حالا بیان میکنیم. این حدیث امام بخاری است، معروف است، همه ملاها همه روزه شب روز به شما خبر میدهند، شما میدونید میفهمید، اما در همه قسمت لا اله الا الله سبوگیری کردند، سهلنگاری کردند و حقیقت را بیان ننمودند که لا اله الا الله این نفی است و اثبات است، این انکار و کفر به طاغوت ورزیدن است و براءت اعلان کردن و تکفیر کردن مشرکین و براءت و ترک اونها است و اثبات الله یگانه است، ترک کردن و قبر و غیر است و تمام الهان باطل است و اثبات الله سبحانه و تعالی، توحید ربوبیت و الوهیت، اسماء و صفات در زیرش وجود دارد. و محمد رسول الله، اقرار کردن محمد صلی الله علیه و سلم، این توحید متابعت، یعنی یگانه پیروی باید محمد صلی الله علیه و سلم باشه. سخن کسی را به بالای سخن رسول الله نآوری، کسی را افضل ندانی، حکم کسی را از حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل ندانی که کافر میشی. این توحید است. سبحان الله. ببینید که رسول الله گفتن ریشه یکمین اسلام و ایمان این توحید است. و در روایت دیگر آمده است که امام مسلم روایت میکنند اسلام بنا شده است بر 5 چیز و در دوامش میگن الا ان یوحد الله، الا ان یوحد الله. اولین ریشه اسلام این است که موحد باشید. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه میگن بر این که یگانه الله را بشناسید، ان یوحد الله، یعنی اقرار بکنید توحید را، موحد باشید. سبحان الله. پس امروز انسان ها اولین قدمی توحید را ترک کردند، اولین ریشه اسلام را، اولین ریشه ایمان را ترک نمودند، اولین زینه را ترک کردند، به زینه دوم و سوم قدم میزنند. بعد از این که موحد میشوی، بعد از این که الله را میشناسی، حقیقتا توحید را میفهمی، بعد از این رسول الله میگن اقام الصلاه، بعد از این نماز است، و ایتاء الزکات بعد از نماز است، و بعد از این روزه است، اما بعد از این حج است. امروز حج میرود، از توحید بیخبر است، پیش از حج شرک رو انجام میداد و بعد از حج شرک رو انجام میداد. شاید در درون حج که ما چندین سال هست که به حاجی ها همکاریم، دعوتشون میکنیم، کمک میکنیم، میبینیم که در درون حج شرک رو انجام میدند. خاک پرستی و قبر پرستی و غار پرستی و سبحان الله. سببش چیست؟ سببش جهل است، سببش نفهمیدن توحید است، سببش سبحان الله بیان نکردن توحید است، سببش البته این اشعری و ماتریدی و صوفی و این رافضه ها است که از همه طرف ملت مسلمان ها را به زیر تصرف خود در آوردن و حقیقت توحید را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردن، این نمود حقیقت را بیان نکردند. این علمای بگویم خیانتکار و طاغوت پرست هستند که توحید را خودشان نمیدانند، به مردم هم نمیرسانند. برای همین به این علمای خیانتکار اعتماد نکنید، برای اینکه اونها اولین کلید بهشت، اولین کلید جنت، اولین راه هدایت، اولین قدم زدن به اسلام را که این الا ان یوحد الله است، یعنی الا ان یوحد الله، بر اینکه الله را یگانه بشناسی، به الله یگانه عبادت بکنی، موحد باشی، توحید رو قبول بکنی، شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله را بدانی، نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند، این رو خبر ندادند. به اختلاف نماز رفتند، تهمت زدند به اهل سنت و الجماعت، به جای اینکه توحید را رسانند به سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارزه کردند. این صفتی سبحان الله اهل بدعت، صفت مشرکین و منافقین، بخصوص صوفی های غلات و روافض و این مرتدان و این دشمنان اهل سنت است. و در روایت دیگر آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عیناً همین حدیث به روایتی که امام مسلم روایت میکنه، همین حدیث رو میگن که اسلام بر 5 ریشه بنا شده است. اسلام بر بالای 5 چیز بنا شده است. یکمش الا ای یعبد الله،
و یکفر بما دونه. یکمین ریشه که اسلام بر همون بنا شده است این است که الله سبحانه و تعالی یگانه عبادت کرده شود. ربوبیت، در توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات، توحید متابعت، توحید حاکمیت، توحید اطاعت، در همه این نمودها الله یگانه عبادت کرده شود. و همین کتی تمام است؟ نه، تمام نیست. در دوامش و کفر ورزیده شود بجز الله سبحانه و تعالی، به دیگر الههای باطل بجز الله به کسی اطاعت کردن جایز نیست، باید کفر ورزیده شود. بجز الله به دیگر چیز عبادت کردن جایز نیست، باید به همون اله باطل و به همون عبادت کننده ها به همون عبادت کفر ورزیده شود، براءت اعلان کرده شود، هم از مشرک و هم از شرکش. امروز مسلمان ها آمده است میگه که من مشرک نیستم، الحمدلله، من شرک بد میبینم، از شرک براءت اعلان میکنم اما از مشرکین براءت اعلان نمیکنم. انمین دلالت به نقص توحیدش میکند. این دلالت میکند که حالا موحد نیست، برای اینکه توحید همون وقت قبول میشود که تو شرک را دیدی، از شرک براءتت را اعلان کن، شرک را کفر گو، شرک گو، ترکش کن. و همون کسانی که مشرک هستند از همونها هم براءت را اعلان بکن. چگونه ای که الله سبحانه و تعالی در سوره تحریم به من شما اعلان کرد: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقوم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ابراهیم و قومشان و ابراهیم و پیروانشان، یا که ابراهیم و همون کسانی که همراه ابراهیم هستند، دیگر رسولانی که پیش از ابراهیم و بعد از ابراهیم آمدن، اینها میگفتند که ای مشرکین، ما از شما بیزاریم و از شرک شما هم بیزاریم، هم از عملتون، از همین عمل شرکیتون و هم از خودتون بیزار هستیم. براءت رو اعلام میکنیم. براءت یعنی ما شما رو بد میبینیم، ما شما رو تکفیر میکنیم، ما به شما دشمن هستیم. بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء، بین ما و شما دشمنی و بدبینی ظاهر شد تا همون روزی که ایمان آورید. این است منهج ابراهیم علیه السلام. اما امروز این مرجعه خبیث، این طاغوت پرستان می آیند اهل توحید را میگویند که اینها سبحان الله شده است متشدد یا خوارج یا که رادیکال یا که سختگیر. پس شما به این سخنتون گفتنی هستید که ابراهیم علیه السلام مگر رادیکال بود؟ ابراهیم علیه السلام که خلیل الله است، افضل ترین رسول الله بعد از محمد صلی الله علیه و سلم و خود محمد صلی الله علیه و سلم، وقتی که قل یا ایها الکافرون گفت و براءت را اعلان کرد، مگر رادیکال بود، متشدد بود؟ پس توحید شما نقص دارد. میگیم برای مرجع میگم توحید شما نقص دارد. شما براءت از شرک کردید، براءت از اهل شرک نکردید. از همین جهت ببینید ریشه اسلام 5 است: توحید است و نماز است و زکات است و روزه و حج است. اما همین توحید رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایتی که امام بخاری میکنن، در روایتی که امام مسلم، دو روایت امام مسلم، یک روایت امام بخاری، یکیش از عبدالله ابن عمر و دیگرش از دیگر صحابگان اومده است که همین توحید رو پیامبر 3 نمود بیان کردند. توحید این لا اله الا الله محمد رسول الله است. توحید این است که موحد باشی، ای وحید الله، یگانه الله را بشناسی و الله را یگانه قرار بدی و موحد باشی. و توحید این است که یگانه الله را عبادت بکنه، ای یعبد الله و یکفر بما دونه، و به الهان باطل کفر بورزی، به حکمی که غیر حکم الله است کفر ورزی، برای که طاغوت است. به عبادتی که به غیر الله انجام داده میشد کفر ورزی، هم به عبادت و هم عبادت کننده ها رو ترک بکنی، براءت رو اعلام بکنی، هم از حکم غیر الله و هم از حکم کننده ها طرفدارانش براءت رو اعلام بکنی. این است معنای توحید در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و در نزد صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. صحابگان توحید رو همچنین فهمیدن برادرم و خواهر عزیزم. پس روایت های دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مصطلحات، به این چنین بیان کننده توحید به مصطلحات دیگر هم اومده است که دلالت به عباره یعنی توحید میکند، ای وحید الله میکند، این که یگانه الله را عبادت کنید، موحد باشید میگد. در یک روایت ها اومده است که چخیلی که از ابی بلتعه رضی الله عنه روایت کردیم که در حلقه گذشته بیان کردیم، بینها در حقش سخنهای زیاد کردیم. در حق این حدیث امام مسلم روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله ای یعبد الله و یکفر بما دونه، یعنی یگانه الله را عبادت کند و بجز الله چیز دیگر را ترک بکند و شرک را ترک بکند، از شرک و از مشرکین براءت را اعلام بکند، کفر به طاغوت داشته باشد. این است توحید. توحید فقط الله یگانه داند به همین تمام نه، الله یگانه داند و دیگر الهان باطل ترک کند، الله یگانه داند و کفر بر طاغوت ورزد، براءت باشد. اگر براءت نباشد، اگر کفر به طاغوت نداشته باشد، الله یگانه داند هم این موحد نیست و این مشرک است.
انا اینم باید درک کنیم. این بینهایت نازک است. از همین جهت ما روز به روز کوشش میکنیم که با احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله معنای توحید رو رسونیم. وقتی که معنای توحید رسید، والله مشکلی برطرف خواهد شد. در تعبیر دیگر چه خیلی که گفتیم رسول الله صلی الله علیه و آله توحید رو به شهادتین تعبیر کردند و بیان نمودند و شرح دادند، شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله. در تعبیر دیگر توحید رو ایمان گفتند، ایمان بالله و رسوله، ایمان آوردن به الله و رسول گفتند. سبحان الله. برای همین علما و مفسرین و صحابه رضی الله عنهم روایت است، اثر است که میگویند هر ندایی که ای اهل ایمان گفته آمده است، این دلالت به ای اهل توحید میکند. یا ایها الذین آمنو، ای آنانی که ایمان آوردید. معناش یا ایها الذین وحدوا، ای آنانی که توحید را تطبیق کردید، ای آنانی که موحد هستید، الله را یگانه عبادت میکنید. سبحان الله. پس این چنین صحابگان رضی الله عنهم میفهمیدند توحید رو، این چنین میفهمیدند. پس تأمل بکن ای برادرم، اندیشه بکن، در بالای توحید فکر بکن که چگونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شهادت توحید را به عباره‌های گوناگون و بخصوص به عباره‌ای علی ان یوحد الله، توحید یعنی این که الله را یگانه تنها عبادت بکند، الله را یگانه قرار بدهد، موحد باشد، عبارت کردند. یعنی معنای علی ان یوحد الله یعنی معنای لا اله الا الله همین است. یعنی طلبات لا اله الا الله همین است که الله سبحانه و تعالی را در عبادتت تنها شماری و عبادت را تنها به الله انجام بدی. تمام عمل که تو میکنی نیتت الله باشد. حکم عبادت است باید از آن الله باشد، طرفدار حکم غیر الله نباش. نماز، سجده و رکوع و سرخم کنی و دیگر رکون و خواری و ذلت، همه این عبادت است. ترس و محبت و توکل و همه این عبادت رو به الله انجام بدی، به غیر الله انجام نده که این شرک است. و کفر بورز به تمام همون چیزهایی که تعلق داری و به تمام معبودان باطلی که بجز الله در این دنیا پرستیده می شود. کفر بورز به تمام حکم غیر الله، به تمام عبادت غیر الله سبحانه و تعالی، که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند ای یعبد الله و یکفر بما دونه، این که الله را یگانه عبادت بکنی و به جز الله به دیگر چیزها کفر ورزی. ببین که رسول الله صلی الله علیه و سلم شهادت توحیدی که در قرآن و سنت آمده است چگونه شرح دادند. یعنی در قرآن توحید آمده رو چگونه شرح دادند. پس وقتی که این چنین فهمیدی، به تو حق بیان می شود و مشکلی خوارج و مشکلی مرجعه خبثا به تو معلوم می گردد، بخصوص مرجعه عصر. امروز ضرر خوارج یا ضرر مرجعه به من و شما سخت‌تر است امروز، و از اول هم ضرری مرجعه، چه خیلی که علما میگن، چه خیلی که سفیان ثوری، احمد ابن حنبل و دیگر از علما میگن ضرری مرجعه در نسبت توحید، نسبت اهل توحید بین نهایت شدید است. خوارج ها خون ریزانیدند، به بدنهای مسلمان ضرر کردند، به مالشان، به خونشان دست درازی کردند. گمراه و البته خوارجند که رسول الله صلی الله علیه و آله اونها را کلاب النار، سگ جهنم گفتند. اما مرجعه ها دین مسلمان ها را ویران کرد. مرجعه ها یک دین نوی به وجود آورد که در این دین عمل وجود ندارد. در این دین مرجعه ها توحید وجود ندارد. در دین مرجعه ها کفر به طاغوت وجود ندارد. در دین مرجعه ها الولاء و البراء وجود ندارد، یا بالعکس است. در دین مرجعه ها حکم ما انزل الله وجود ندارد. سبحان الله. وقتی که تفسیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میبینی، بعد به تو خطر این فرقه های باطل آشکار می شود. یا نظر بکن به حدیثی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل را به یمن به خاطر دعوت کردن به سوی اسلام فرستاده بودند. چه خیلی که ما در حلقه های بالا ذکر کردیم، روایت امام بخاری است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند فلیکن اول ما تدعوهم الیهم ان یوحدوا الله، اولین چیزی که تو دعوت میکنی پس به سوی توحید باشد. امروز یک انسان 20 سال و 30 سال تعلیم میگیرد در دست یک طالب علم، در دست یک علمای، مختصرات فقه را، یک مجلد و 2 مجلد فقه را از یاد میکند. صرف و نحو را از قرآن و سنت زیاد میخواند. صرف و نحو را 10 سال میخواند، 5 سال میخواند. سبحان الله. میبینید که مشرک است، برای آنکه منهج علما غلط است، منهج طالب علمان تاجیکستان غلط است. منهجشان منهجی یا صوفی
یا مرجعی است، یا اشعری یا ماتریدی است، یا رافضی است. در بعضش میری درس بگوی 4 کتاب میارد. والله حالا توحید نفهمده. به نزد بعضش میروی میگه تو اول باید گراماتیک زبان عربی خونی، گراماتیک این است، گراماتیک توحید است، گراماتیک تو به جنت میبرد. اعوذ بالله. ما چقدر جوان‌های میدونیم که 10 سال و 20 سال عمرشون برای تعلیم گرفتن علم صرف کردند، خالص بودند، مخلص بودند، حقیقی تعلیم میگرفتند، رفتند به دوشنبه و به وحدت و به قرغان تپه و به اسفره و به این و آنجا در درون تاجیکستان، در ازبکستان و نمنگان حجره نشستند، در درون داکه ها و 40 روزه و 100 روزه گراماتیک زبان عربی خوندند. برآمدن که مشرکند، حالا توحید نفهمیدند. حالا میگه که لا اله الا الله چی معنی دارد؟ بیخبر است، برای اینکه ملایش صوفی است. شما هیچگاه از این اهل ارجاء، از این اهل سبحان الله مبتدعین و مشرکین و کفار توحید آموخته نمیتوانید. برای همین ما باید منهج رو تغییر بدهیم. شما در حیرت نمونید. بله شما شاید بگید که چرا تا همین روز این سخن نبود؟ برای اون که در حقیقت منهج اونها دیگر منهج بود. منهج رسول الله صلی الله علیه و آله دیگر منهج. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که معاذ فرستادن گفتند اولین چیزی که دعوت میکنی به سوی توحید باشد، این که الله یگانه عبادت کنند، توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفاتش بدانند. وقتی که توحید گفتیم چه خیلی که به شما بیان کردیم، کفر به طاغوت حتما به وجود میاد. به کفر به طاغوت توحید به وجود آمدنش ناممکن است. به الولاء و البراء توحید به وجود آمدنش ناممکن است. به براءت جستن از شرک و مشرکین توحید به وجود آمدنش ناممکن است. در گوجای این رساله های پیامبر صلی الله علیه و آله در جای تفسیر توحید رسول اکرم صلی الله علیه و آله میبینید که اول گفته باشند که اول زبان عربی آموزید، اول گراماتیک آموزید، اول این آموزید و آن آموزید. اولین چیز توحید آموزید. امروز بعد از این درس های مبارکه ما را گوش کردن بعضی بچه ها میگویند که سبحان الله، بعضی برادران و خواهران میگن که سبحان الله. چقدر توحید علم بوده است که وقتی که توحید فهمیدیم میبینیم که مردم چقدر از توحید دور است. یک ملا دعوت ما را میکرد، خودش ولی توحید نمیداند. پس بنگرید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در چخیلی که روایت امام بخاری آمده است، وقتی که معاذ میفرستند، وقتی که صحابه به دعوت میفرستند، میگفتند که اولین چیز به سوی دعوت، به سوی توحید دعوت بکنید. دعوت به سوی توحید این است که یگانگی الله، ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات، توحید متابعت، حکمیت میرسونید، توحید اطاعت، توحید توکل و غیره، همه جانب رو و این چنین براءت رو از شرک و مشرکین میرسونید، کفر به طاغوت رو میرسونید و انجام میدهید و شرک رو میفهمونید و شرک رو ترک میکنید. این توحید است. و این چنین روایت دیگر اومده است که به مصطلح دیگر دلالت بر این میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله توحید رو عبادت الله گفتند، توحید رو این شهادت دادن بر لا اله الا الله گفتند و غیره. یا که حدیث جبریل رو نظر بکنید. حدیث جبریل معروف به حدیث جبریل که امام مسلم روایت میکنند که جبرائیل علیه السلام به صورت یکی از صحابگان آمدند. در یک روایت به صورت یک انسان ناشناس، لباسهای تازه، یک انسانی خوب و زیبا آمدند به صورت انسان به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله نشستند با آداب و اخلاق کامل و گفتند که رسول الله صلی الله علیه و آله به من از اسلام خبر بده، از اسلام و ایمان و احسان و علامت‌های روز قیامت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند که اسلام این چی است؟ اسلام گفتند این شهادت دادن بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد رسول الله است و بعد از همین اقرار کردن و فهمیدن و تصدیق کردن و گفتن و قبول کردن و اعتقاد کردن، بعد نماز خواندن، نمازهای فرضی، بعد زکات، بعد رمضان، بعد حج البیت الله. انا تفسیر پیامبر صلی الله علیه و آله. و در روایت دیگر اومده است که اسلام چیست؟ اسلام این یگانه الله، ان تعبد الله ولا تشرک به شیء، یگانه الله را عبادت بکنی و به الله چیزی را شریک قرار مدی، یعنی کفر به طاغوت ورزی. کسی که خودش را مسلمان میگوید به جز الله چیزی دیگری را عبادت میکند یا به جز الله از چیزی دیگری مسئلت میکند، دفع مضرات و جلب منفعت میکند، آیا این مسلمان است؟ آیا اسلامش موند؟ اسلامش نموند. و در روایت دیگر اومده است به اصطلاح دیگر. این معنی دادای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. یا چه خیلی که حدیث دیگری که حدیث روایت عبدالله بن عباس است رضی الله عنهما که امام مسلم روایت میکنند، وقتی که وفد یک توده یک از وفد عبدالقیس به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این انسان‌هایی که به نزدشان آمده بود به 4 چیز امر کردند. یکمین چیزی که امر کردند گفتند امرهم بالایمان بالله وحده، ایمان به الله یگانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم
به نزدشان آدم‌های آمده رو اولین چیزی که دعوت میکردند، تعلیم میدادند، بیم میدادند، امر میکردند، این توحید بود. گفتند ایمان به الله بیارید یگانه بر خودش. این توحید است. اینم یک تفسیر توحید است. و در دوامش خود رسول الله گفتند که آیا میدونید که ایمان آوردن به الله یگانه چگونه است؟ هل تدرون ما الایمان بالله وحده؟ آیا میدونید که به الله یگانه ایمان آوردن چی است؟ برای که ایمان صحیح امروز هم مردم نمیدانند. وفدی عبدالقیس گفتند که الله رسولش میداند، داناتر است. گفتند که ایمان به الله یگانه آوردن این شهادت دادن بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و آله بنده الله هستند. ببینید روایت ما مسلم است. توحید را پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه تفسیر کردند. و در تفسیر دیگر آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی که ابن جریر الطبری روایت میکنند، حدیث صحیح است، پیامبر صلی الله علیه و آله در این حدیث گفتند که من فارق الدنیا علی الاخلاص لله وحده و عباده لا یشرک به شیئا فارقها والله عنه راض. هر کسی که از این دنیا وفات میکند در حالتی که اخلاص به الله یگانه دارد و عبادت الله را انجام داده است و به الله شریک قرار نداده است، یگان چیزی را شریک قرار نداده است، یعنی کفر به طاغوت کرده است، پس این دنیا را ترک کرده است در حالتی که الله از او راضی است. پس الله کی راضی می شود از شما؟ همان زمانی که اخلاص به الله داشته باشید، یگانه الله را عبادت بکنید، کفر به طاغوت داشته باشید، براءت داشته باشید از شرک و از مشرکین. در این حالت الله از شما راضی می شود. اما کسی که این عمل ها را نداشته باشد، یگانه الله را عبادت نکند، شرک را ترک نکند، عبادت را بجز الله به دیگر چیز از انجام بدهد، براءت را اعلان نکند، کفر به طاغوت نداشته باشد، در حالت مردنش الله از او راضی نیست. مرده است از این دنیا در حالتی که الله را از او راضی نیست. خیلی که معنای حدیث به همین دلالت میکند. در علم اصول فقه مفهوم المخالفه میگن. مفهوم مخالفه به همین دلالت میکند. پس در روایت های گوناگون آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله توحید را تفسیر به شهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله و عبادت الله یگانه و ترک شرک و کفر ورزیدن به طاغوت، کفر به طاغوت و اخلاص و ایمان و اسلام بیان کردند. سبحان الله. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اولا الله سبحانه و تعالی توحید را عبادت ایمان و اسلام نامیدند. توحید این عبادت است، توحید این ایمان است، توحید این اسلام است. عبادت صحیح، ایمان صحیح، اسلام صحیح. چخیلی که در حلقه گذشته بیان کردیم. پس برادران و خواهران بزرگوارم، این بود تفسیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و در حدیث های دیگر باز میبینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عباره های گوناگون دیگر حقیقت معنای لا اله الا الله را، تفسیر توحید را بیان کردند به الفاظ گوناگون، از یک چند صیغه های گوناگون عبارت است که همه‌اش معناش همین است که ایمان آوردن به الله یگانه، عبادت را انجام دادن به الله یگانه و ترک کردن شرک و براءت جستن از مشرکین و کفر ورزیدن به طاغوت. چخیلی که در روایت آمده است فلیکن اول ما تدعو الیهم ای وحید الله، اولین دعوتی که تو میکنی این باشد که یگانه الله را عبادت بکنی. در روایت آمده است که شهادت لا اله الا الله و ان رسول الله، ایمان بخاری روایت میکنن. در روایت دیگر آمده است فلیکن اول ما تدعو الیهم ای یعرف الله فاذا عرف الله، اولین چیزی که دعوت میکنید به سوی همون این شناخت الله باشد، الله شناسند، یگانگی توحید ربوبیت الوهیت اسماء و صفات. الايمان شهادت لا اله الا الله، ایمان شهادت نیست معبودی بجز الله است. این حدیث در از امام بخاری روایت است. ایمان به الله یگانه این شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله است. امام مسلم روایت میکنه. یعنی با این کلمه های گوناگون و جمله های گوناگون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان نمودند که توحید اثبات است و نفی است. اثبات کردن الله، اثبات کردن عبادت الله، اثبات کردن اطاعت الله، اثبات کردن حکم الله، اثبات کردن پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگانه و نفی تمام الهان باطل، کفر به طاغوت، رد و انکار و بد دیدن تمام الهان باطل و براءت جستن از شرک و مشرکین. انامین توحید است. اما هر کسی که توحید قبول میکند از یک جهتش نیست، یعنی الله اثبات میکند، یگانه الله عبادت میکند، اما کفر به طاغوت نمیورزد، براءت از مشرکین ندارد، این موحد نیست. چخیلی که الله سبحانه و تعالی خودش خبر میدهد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. اول میگه که هر کسی که کفر به طاغوت ورزد، دیگر الهان باطل را انکار کند، کفر ورزد، رد بکند، تکفیرشان کند و بعد از این ایمان به الله بیاورد، پس به تحقیق چنگ زده است به عروة الوثقى، به یک ریسمان آهنین
که کنده نمیشود، یعنی به لا اله الا الله چنگ زده است. کدام وقت شما از جمله لا اله الا الله از جمله موحدین میشوید؟ همون وقتی که اول کفر به طاغوت ورزید، اول بجز الله دیگر باطلان را انکار کنید، شرک را انکار کنید، مشرکین را انکار کنید، کفر به طاغوت ورزید و ایمان به الله بیارید، توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات را بیاموزید. اما ناآموخته این چیز را کردن ناجایز است. پس تأمل بکنید برادرم و خواهرم، همه این روایت هایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ده ها و صدها آمده است، همه اش این نصوص ها از آیات قرآن و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت به همین میکند که نفی و اثبات لا اله نیست معبودی برحق، اثباتش الا الله بجز الله، کلمه توحید نمین است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین معنا را به یک چند صیغه های گوناگون بیان کردند. لا اله الا الله نفی و اثبات، لا اله نفی الا الله اثبات، لا اله کفر بالطاغوت الا الله اثبات الله. دوم تعبد الله اثبات الله ولا تشرك به شيئا، و با الله هیچ چیزی را شرک ندهی، نفی انکار کفر بالطاغوت. الاخلاص لله وحده و عبادته، اخلاص به الله یگانه تنها به خودش و عبادت را تنها به الله انجام دادن، این اثبات الله است. لا یشرک به شیئا، این به الله هیچ چیزی را شریک قرار ندادن، این عباره دوم چی است؟ کفر بالطاغوت است. این سخنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چهارمی باره یؤمن بالله، ایمان به الله آوردن، یکفر بالطاغوت کفر ورزیدن به طاغوت، نفی و اثبات لا اله الا الله اثبات الله سبحانه و تعالی و کفر بما یعبد من دون الله، و کفر ورزیدن به همین چیزی که بجز الله پرستش شد. یوحد الله یگانه الله را دانستن و عبادت کردن، عبادت الله، ایمان به الله، اخلاص به الله، شهادت الله الا الله و ان محمد رسول الله، ایمان به رسول اکرم بالله و رسوله. همه این ببینید لفظ های 11 لفظی گوناگون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ها بیان کردند که سبحان الله این توحید است. این حدیث های به شما روایت کردم همه اش صحیح است از بخاری مسلم که از همه بزرگترین بیان توحید را، بزرگترین معنای توحید را تفسیر میکند. این حدیث هایی که به شما ذکر کردیم بزرگترین حدیث هایی هست که کلمه لا اله الا الله را تفسیر میکند و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و مصطلح قاعده التوحید را بیان میکند که و این کلمه التوحید در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، در قرآن و سنت ذکر شده است و مقصد اساسی همین بود. توحید عبادت، اساس مقصد دین همین توحید عبادت است، توحید الوهیت که یگانه الله را تنها خودش را عبادت بکنی، کفر به عبادت غیر الله ورزی و بدانی که شرک این عبادت غیر الله است. هر یک چیزی که عبادت بودنش ثابت شد باید این از آن الله باشد و به جز الله صرف کردنش این کفر و شرک است و این امر یک مستقر، امر جاری شده در قرآن و سنت است. چه خیلی که صحابگان رضی الله عنهم این رو بیان کردند و همه این سخن‌های که ما به شما گفتیم، حجت‌هایی که گفتیم، این حجت‌های اهل توحید ضد متکلمین، ضد فلسفه‌ها، ضد صوفی‌ها، ضد قبوری‌ها، ضد جاهل‌هایی که مدلول و دلالت حقیقی و معنای کلمه توحید را نمی‌فهمند. ابن عباس رضی الله عنهما یک سخن زیبای در سوره مجادله 22 ذکر میکنند که سوره مجادله ذکر میکنند که آیت از سوره مجادله که الله سبحانه و تعالی میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من خلق نکردم جن ها و انسان ها مگر برای لیعبدون، عبادت. در اینجا ابن عباس میگن ایوحدون، یعنی برای توحید، من شما برای توحید آمدیم. هر یک موحد عبادتکار است، اما هر یک عبادتکار موحد نیست، برای اینکه ما بسیار عبادتکارها رو میبینیم عبادت میکند اما عبادتش به غیر الله است و مشرک است. پس مقصد اساسی موحد شدن است. موحد شوی عبادتت قبول است، اما عبادت کنی موحد نباشی عبادتت قبول نیست. و بغوی، امام بغوی در تفسیرشون میارن، تفسیر بغوی آمده است که میگن کل امر بالعباده ورد فی القرآن فمعناه التوحید. هر یک امری که در قرآن به عبادت آمده است، هر یک امری که به عبادت آمده است در قرآن، هر امری که الله بنده ها را عبادت کنید گفته به عبادت امر کرده است، دانید که میگن معناش توحید است، یعنی موحد باشید است. پس از همین جهت ما میگوییم هر کسی که شهادت بدهد که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی لا اله الا الله
بگوید به همان صورتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تفسیرش کردن تفسیرش بکنند، معناش رو چه خیلی که پیامبر بیان کردن بفهمد که این یگانه دانستن الله در عبادت و کفر ورزیدن به همه اون چیزایی که به الله عبادت کرده میشد، یعنی افراد الله بالعباده و کفر بما یعبد من دون الله هست. پس همین انسان چیزی مطلوب را به جا آورده است، همین انسان حقیقت را به جا آورده است و این لا اله الا الله محمد رسول اللهش به او فایده میدهد، شهادتش نجاتش میدهد و به همین نمود و همین صورت ان شاء الله که در راه حق است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده وارد شدن توحید در نصوص های